الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الله مهربان خاتمه کار همه ما بندگانش را به خیر و اخلاص و یقین هامان با بدین خدا زیاد گردانه و الله مهربان فهمیش و درک و دانش و خرد این مردم ما را الله مهربان بلند برداره. صف آدمانی که دنبال دانشند، دنبال تعلیمند، الله مهربان صف اینها را زیاد بگرداند. میارن که گفت افلاطون دانا وقتی مردن حیف دانا زیستن و صد حیف نادان مردن، یا حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. البته در هر یک جامعه ای که آدم دانشمند، آدم با علم، آدم با فهم اگر زیاد باشد، خدا خواهد در اونجا کار دیگر است، فهمیش دیگر است، برکت در اونجا انشاءالله وجود دارد. به این خاطر همیشه دعاگو هستیم که خداوند صف آدمانی دانشمند و آدمانی که به قدر علم میرسند را در جامعه ما زیاد گرداند. شاعرای ما و شما میفرمودند به دانایان دمی ارزد جهانی، نیرزد صد سری نادان بنانی. به آدم دانا یک لحظه نشستن، یک لحظه با دانا در یک جا بودن ارزش دنیا را دارد. لیکن صدها آدمی بی سواد و آدمی از دانش و از فهمیش دور، صد کله اونها را میگد ارزش یک نانی که ممکن یک سامان باشد ارزش همو را ندارد. از جناب سنایی من برای شما مصرع‌های را میخوانم، گوش اندازین و انشاءالله از آن چیزی که این عزیزان خدا گفتند ما و شما عبرت گیریم. ای مسلمانان ندانم تا چه دوران آمده است، این چه بیدادی و بدبختی به خلقان آمده است. این چه بیدادی است در عالم که مستولی شده است، از برای جبر و ظلم و باری عصیان آمده است. عورتان بی شرم گشته، کودکان بس بی ادب، لاف و کیزب و بی نمازی کاری ایشان آمده است. علم را قیمت نمانده، عالمان را حرمت، وقتی تنبور و رباب و نای و انبان آمده. عالمی از در آید با هزاران علم و فن، طعنه ها سازند که مفلیس از پی نان آمده است. ظالمی از در آید با هزاران جبر و ظلم، خانه آرایند که ایشان از پیش سلطان آمده است. در زمانش نعمت و مرغ کباب آرند پیش، که فلان ابن فلان امروز مهمان آمده است. عالمان را خوار دارند، ظالمان را بس عزیز، لاجرم بر خلق مهنت همچو باران آمده است. تو سنایی را بیاموز ای کریم از فضل خویش، زان که این دنیا برو والله زندان آمده است. برادران عزیز و گرامی، در هر یک دور زمانی که عزیزان خدا زندگی کردند، اونها از دورهای خود، از زمانهای خود البته بالای کاغذ برای ما و شما چیزی می نویسند. زین لحاظ جناب سنایی هم برای ما و شما بسیار یک گوش زدهای خوبی را کرد. آن چیزی را که جناب سنایی گفتند با دور امروزه ما هم که مقایسه کنیم،
و امروزها هم برادران عزیز مطابق هست. مقصد جناب محمد سنایی این است که برادران عزیز که حقیقتا حیا که یکی از گوشه ها بگیم یا شعبه از ایمان به شمار می رود. پیامبر میگو الحیا شعبه من الایمان، الحیا كله خیر، الحیا لا یأتی الا بخیر. حیا سر به سر خیر است، حیا برکت است، حیا عزت است. جناب شیخ سعدی میگو حیا باید که دارد آدمی زاد که لعنت بر وجود بی حیا باد. جناب ابو سعید خدری میگفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. حیای پیامبرمان چنان بلند بود که حتی عروسی که در تگ چادر باشد مثل پیامبر گرامی حیا نداشتند. از این لحاظ جناب سنایی میگد وقتی نظر میکنم در نفرهایی که در عصرشان زندگی دارم، در زمانشان زندگی دارم، چقدر زنها بی حیا شدند، چقدر کودک ها را میبینم بی ادب شدند، چقدر مردم را میبینم که دروغ میگن، مردم را میبینم که از عبادتی که بسیار مهم است که اون نماز است، مردم را میبینم از نماز خواندن دور هستند. مردم را میبینم که عالم ها را حرمت نمیکنن. ببینین، یعنی شکایتی که جناب سنایی داره شما خداتون برادرها در پیش خودتان گذارین که آیا در همین زمان ما هم اگر خواهرای ما هم بی حیا باشند، اگر کودکان ما بی ادب باشند، در زبان مردم ما دروغ باشد، تهمت باشد، حقارت باشد، در کار و بار و فعالیت مردم ما حرمت عالم دانشمند نباشد، آیا در همین روزها هم که در بین این جامعه ما هم دانشمندا هستن آیا خاموش میستن؟ اینها هم مجبور میشن که مثل سنایی این ایراد، این کمبود برای گوش مردم رسانن، با امید تحقیر نه، با امید ملامت نه، با امید مثال با مقصد مذمت نه، بلکه برای اصلاح اونها این سخنها را میارن. حتی بین میگد عالم از در آید با هزاران علم و فن، تنها سازند که مفلیس از پی نان آمده است. ظالم از در آید با هزاران جبر و ظلم، خانه آرایند که او از پیش سلطان آمده است. برادران عزیز، عیناً حقیقتا بین عالم و بین ظالم خیلی فرقی است. بین لیکن یک عالمی که اگر وارد یک منزل شود که هیچ عالمای ما به دعوت جای نمی روند، وقتی عالم ببینن میگن حتما برای گرسنه مانده است، برای شکمش سیر کردن آمدگی است، بین یا برای مقصد یگان خواهش دارد، یگان طلب دارد، یگان طمع دارد، گفته هر گمانهای بده در راست عالم ها میکنن. امروز این چیزها ببینیم برادران و خواهران عزیز خیلی زیاده، خیلی زیاد است که علما را حتی یک آدمای در جامعه زیادتی، حتی یک آدمای گویا مفتخور، گویا یک آدمای بسیار بیکاره و لندهور، لیکن در اصل همه اینا تهمت هم برادران عزیز، همه اینا تهمت هم. ولی یک نفری که بگیم سر به سر همه کارش ظلمه، همه کارش بیدادگریه، این کس بالانشینه، این کس حرمت داره، این کس عزت داره. خدای مهربان حال آنکه در قرآن هم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون میگه، آیا نفری که نمیداند نفری میداند اینا برابرن؟ نه، برابر نیست. انما یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. پیامبر گفت خداوند برای کسی اگر خیر بخواه او را عالیمش میکنه، دانشمندش میکنه، این خیر الله در حق او است. من اینجا یک قصه میگم، انشاءالله دیگر باقی از معناهای شعر خداتان هر معنایی را که برداشت میکنین انشاءالله خدا خواهد
به همون دانش شما، به فهمیش شما حواله است. میگه یک ظالم پیش یک عالم آمد، گفت شما میگین که ظالم در لعنت خدا های، ظالم در غضب خدا های، ظالم الله لعنت گفته های. این من ظالمم گفت، لیکن هیچ چیزی از من کم نمی شود. صاحب خانه و در خیلی زیبایم، صاحب زن و فرزندم، صاحب دستگاه و دکانم، صاحب مال و ملکم، صاحب ماشین های گرانبهایم. عالم میگه نگاه کرد بر این ظالم، گفت آیا در عبادتی که انجام میتی، با بعضی ظالم ها برادرها عبادت هم دارن آخه، چگونه که امروز دروغ میگه لیکن نماز میخونه، امروز دزده که نماز میخونه، هر روز کارش حرامه، حرامی کردن که نمازش میخونه، نمیداند که این عبادت در برابر این کارهای او هیچ معنای نداره. این ظالم بعدن عالم گفت که وقتی تو نماز میخوانی در همون نمازت حلاوت میبری، کیفیت داره، یگان لذت میبری؟ گفت نه نمیبرم. گفت روزها یگان ساعت داری که در همون ساعت الله را یاد کنی، الله را ذکر کنی؟ گفت نه ندارم. گفت نماز شب داری؟ گفت نه ندارم. گفت الله مهربان از الحال من 3 نعمت نام گرفتم، از این 3 نعمتش وقتی محرومت کرده آیا دیگر برای تو دیگر چی کند؟ ببین، یعنی 3 نعمتی را که بسیار برای تو مهمن اگر دانی الله از تو گرفته، دیگر چیکارت کند؟ یعنی مقصد دیگر از ایده خدا زدگی گفت می شود. برای این برادران عزیز و گرامی، ما به قدر دانشمندامان، ما به قدر علمامان باید که حتما برسیم، اونها را حرمت کنیم. حرمت کنیم برای فایده جان خودتان میکنین و از اونها مقصد ما استفاده بریم، از علم اونها، از معرفت اونها، از مثال جهانبینی اونها، از عقل و فراست اونها ما باید استفاده بریم. الله مهربان ایمانمون کامل خاتممون رو بخیر کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.